سرمشاور فرمانده قشونهای مرزبانی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان گنرال مایور خولباش خولباشف به حبس عمرباد محکوم شده است. در این باره روز 22 سپتامبر سال 2022 ژورنالیست انورا سرکورова که رویدادهای مربوط به ولایت مختار کوهستان بدخشان را پیگیری میکند خبر داد. بنا به معلومات او امروز با خولباشف با حدود 70 نفر دیگر که در پرونده مشهور روشانی ها میگذشتند به مهلت از 1.5 تا به 18 سال محکوم به محبس شدند. مقامات تاجیکستان تا کنون رسما پیروان مرافعه دادگاهی خولباشف و پرونده روشانی ها یگان اطلاع ندادند، ولی انورا سرکورova می نویسد خولباشف را الکی از بازداشتگاه کمیته دولتی امنیت ملی در مرکز دوشنبه به جای دیگر بردند، ولی هنوز معلوم نیست که او حکم خود را در کجا ادا خواهد کرد. افراد محکوم به حبس عمرباد را در تاجیکستان معمولا در یک بخش مخصوص در کنار بازداشتگاه رقم 1 و بازداشتگاه کمیته دولتی امنیت ملی در مرکز دوشنبه نگاه می‌دارند. معلوم نیست که آیا دادگاه خولباشف را از رتبه گنرالی و مکافات و جایزه های دولتیش هم محروم کرده است یا نه. این هم معلوم نیست که آیا همسر سابق او الفتخان محمدشاه و ژورنالیست و حامی حقوق انسان و رهبر سازمان غیر دولتی قانون و ناموس که با خولباشف در یک روز 18 ماه سال جاری بازداشت شده بود چی حکم گرفته است. قبلا عیبدار کننده دولتی از دادگاه برای خولباشف حبس عمرباد و برای محمدشاه و 25 سال زندان را طلب کرده بود. مرافع گنرال خولباشف و عیبدار شوندگان دیگر از پرونده روشانی‌ها که شمارهشان از 70 تا 100 نفر گفته می شود در بازداشتگاه دوشنبه روز 3 آگوست آغاز یافت. مرافع پشت درهای بسته گذشته و کسی از نزدیکان عیبدار شوندگان را به تالار راه ندادند. خولباشف بر اساس 11 ماده کودکس جنایتی تاجیکستان عیبدار می شود. او و الفتخان محمدشاه و اساسا به دریافت پول از خارجه برای تشکیل اعتراضات در ناحیه روشان عیبدار می شدند. بعد بازداشتشان خولباشف و محمدشاه و این اتهام را به دوش گرفتند، ولی در جریان مرافعه دادگاهی از بیانات قبلی خود دست کشیده گفتند که تحت فشار مجبور به اعتراف گناه شده به خود و دیگران تهمت زدند. خولباشف 57 سال داشته در سالهای جنگ شهروندی تاجیکستان یکی از فرماندهان از همه پرنفوذ نیروهای خوددفاع بدخشان دانسته میشد. بعد امضای سازشنامه صلح خولباشف با نیروهایش به هیئت نیروهای دولتی پیوست و فرمانده یک قسم نظامی مرزبانی در بدخشان تعیین شد. او سال 2013 عنوان گنرال مایور را به دست آورده و چند سال آخر سرمشاور فرمانده قشونهای سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان بود. خولباشف یکی از آخرین فرماندهان سابق مخالفین بود که تا حال در صف نیروهای مسلح تاجیکستان خدمت